مجبوری از اداره کنی درسته. ببخشید گفتم من که اونو قبلا خوندم میدونی، ولی 800 سال پیش مولانا گفت این مفتعلن کشت من انداخت اون وقت. تو با این سن بعد 800 سال هنوز گرفتار مفتعلنی؟ سر شده گفت آقا هر چی قشنگتر فقه کن. شعرم واقعا اینجوریه، یکی آدمی بگرده دنبال خاکیه و هنر کرد. ای تو یه کک میده؟ چی؟ این خانومه چادرشو وا کرده بسته مثلا این دیده رفت دلش پیشه. به چی نگاه میکنی؟ مثل حماسه یک سرباز. چی گفتی؟ آخه انگار با علوم تازه دیدی خیلی شدی. یه پسره میره جبهه جنگ، بعد این تانکو حمله میکنه، این از ترسش اینجوری میکنه بگیریم آرپیجی رو برمیداره از ترسش 5-6 تانکو میزنه، از ترسش الکی میخوره شانسکی، بعد قهرمان میشه. یک 5 تا تانک آرمانا رو زد. آره زیرفت میزن بگیره بعد 2 روز مرخصی میشه، 3 روز مرخصی میدن. این تو این 3 روز میاد بره روستا مادرش رو ببره. خسته نباشی. البته فضای ساختن جنگ، فضای ساخت آمریکا که چی؟ که سینماش برترینه تو دنیا. هیچ خسته نباشی. فضای جنگ روسا اصلا بی‌نظیره. من اولو میگه فضای جنگ آره چون صداشو نداشتم من. ترانه پسره میاد دستشو میشوره، ماشینا بخار گرفته زمستون قطار. بعد یه دختر اینجوری قوا رو پاک بکنه که توی قطار بود، بیرون نگاه کنه، دیدی که شیشه ماشین رو پاک بکنه بیرون خسته نباشی. این پسر سرش میره بالا، این دستمان دیوونه شده. میگذره برادر میگذره. شما کجا نگران نباش. اونو نمیگم نجدد، چیزی که به کلم افتاده اون پروژه میخواد چه کاری برام دست پام کنه. فکر کن 50 سال پیش فهم فیلم دیدم. همون دست پا کنه بقیه‌اش نداری. نه هنوز جالب شد. تو میاد موفق هم نمیشه. میگذره برادر میگذره. هاشم آقا کجا میاد نگران نباش. اونو نمیگم نجدد، چیزی که به کلم افتاده اون پروژه است. میخواد چه کاری برام دست پا کنه. برنامه چی بود؟ حتما چیز خوبی بوده. چی داری میگی؟ مسخره میکنی؟ حتما یه چیزی خوبی بود. ولی آخه چی؟ پایه میرم پیرزن نشسته و جری چی بود؟ حتما چیز خوبی بوده. چی داری میگی؟ مسخره میکنی؟ حتما یه چیزی خوبی بود. ولی آخه چی؟ هر کاری میکنم فکرش از کردن بیرون نمیره. دیگه خواب ندارم. طوری شده که دیگه نمیتونم به چیز دیگه فکر کنم. اصلا نمیتونم به چیزی فکر کنم. بنده واسه اون برنامه پاریدم. ولی خبر ندارم که شارا جنگ ولی کم و زیاد میشه. چی میگن؟ ولی یه بار تمرین میدونم اینجا شد. آرام میشه گویندگی کنم به قول. بریم میخواد یه رول باشه. هم میخواد یه رول باشه. حتما چیز خوبی بوده. چی داری؟ مسخره میکنه؟ حتما چیز خوبی بود. ولی آخه چی؟ هر کاری میکنم از فکرم بیرون نمیره. دیگه خواب ندارم. طوری شده که دیگه نمیتونم به چیزی دیگه فکر کنم. بنده واسه اون برنامه آفریده شدم. ولی خبر ندارم چی هست. حتما چیز خوب. بریم. بابا چطوری هستی؟ وای بهادر اونجا رو بهادر اینجا ببینم. چه خبر؟ اوضاع چطوره؟ خوبه. بگی بگی پسر زود باش بگی بگی دیگه پس داداش دیگه کیه ده بگی پسر بگی نمیگی چرا نه زود گفتی من اینجور لب داره لبش گفتم. شما این عموی تو هستم و نگفتی آقای رضایی. خودکاره بده
اکثر نزده بگی ببینم پسر چرا نمیگیری من عموی چه هستم اکثر نزده ببین اثر این جریان نه تو اولش بگیرید نه. وای بهادر اونجا رو بهادر بیا اینجا ببینم چه خبر؟ اوضاع چطوره؟ خوبه بگی بگی پسر زود باش بگی چرا؟ بگی ببینم پسر چرا نمیگی؟ من عموی تو هستم برادرت دیگه کیه؟ بگی پسر اینا رو تو بهش یاد دادی؟ مدرسه نرفتی وقتی جمعه خیلی خوبه آره والا به قرآن حمید مرشدی نیومده هنو بگو بیاد تو نمیشم پسرات چطورن دخترم خوبن نهاش ببینی چند دقیقه پیش داشتم درباره همین باز صحبت میکردم کاملا میدونم تو نمیتونی میدونم که نمیتونی تنفسش کنی ببین اینجا طول و تداوم و همه اون چیزایی رو که حس دائمی شور و نشاط رو بهمون میدن برگزار میشه تمام اون چیزایی که سبب میشن که اکنون برای همیشه این باور اون باشه که هرگز نمیمیری این ببین برگزار میشه بمونه این کاغذ سرخ و برگزار میشه بمونه بقیه‌شو من بگم تمام اون چیزایی که سبب میشن که اکنون برای همیشه این باور اون باشه که هرگز نمیمیری حتما میدونی زمان وقتی وارد اینجا میشه لحظه ای توقف میکنه و به تو احترام میگذاره تو هم جایی مثل این رو به یاد خواهی داشت که همیشه به یاد بیاری حتما ولی مال من اینجاست یه بار دیگه بگیره مال من اصلا اینجا دیگه بگیره برگزار میشه بمونه بقیه شد تمام اون چیزایی که سبب میشن که اکنون برای همیشه این باور اون باشه که هرگز نمیمیریم حتما میدونی زمان وقتی وارد اینجا میشه لحظه ای توقف میکنه و به تو احترام میگذاره تو هم جایی مثل این رو خواهی داشت همیشه به یاد بیاری حتما ولی مال من اینجاست